سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. من سویل معارف پرور هستم. این ویدیو اومدیم یه آموزش خیلی خفن با یه گان لجند خودتون ببینین. این گان لجند QQ9 ببینید. حالا آموزش میخوام بدم که 4 تا گان لجند هست که با یه CP فقط یک دونشون رو بگیرین شانسی. بزن بریم سراغ آموزش. در آپدیت جدید امروز که من رفتم دقیقا اومدم اینجا دیدم گان لجند میدم، پس رفتم اینجا اومدم تو قسمت جعبه ها. وایسی اینجا جعبه نداریم. ای بابا نمیشه از اینجا. وایسا اینجا نبود. اوکی اینجا میایم پایین تا به این قسمت برسیم. اینجا حالا من زدم بهم دوستم رفته. ببینید دقیقا بالای همین قسمت یه جعبه هست که 4 تا گان لجند داخلشه و شما اگر یه CP داشته باشین میتونین بزنین با یه CP بهتون یکی از اون 4 تا گان لجند رو بهتون بده. اما نکته بدی که داره متاسفانه گان لجند ها ساعتیه، یعنی یک هفته ساعتیه به نظرم و یه خورده بده، ولی بهتره، خیلی خوبه واسه 7 روز استفادهش کنی. فقط یه CP خرج داره. همین دقیقا بالای همین اینو میبینین بالاش یه چیه دیگه هست، همونو بزنین واسهتون میاد. مرسی که این ویدیو رو دیدی. امیدوارم از گان لجند ها استفاده کنی و حال ببری. تا یه ویدیو دیگه همیشه سالم بمون. لایک و کامنت و ساب یادت نره. خدا نگهدار.